خدایا شکرت برای آغاز دوباره، پر از امید، انرژی و نعمت‌هایی که در سکوت و عشق در راهند. خدایا شکرت که امروز را با قلبی آماده برای دریافت بهترین های تو آغاز کردم. سپاس از تو ای مهربان که زندگیم را با آرامش و اطمینان پر کردی. پروردگارا شکرت که امروز بهترین نسخه خودم را زندگی می‌کنم در پناه حضور تو. سپاس از تو ای بخشنده بزرگ که ثروت و برکت در تمام جنبه‌های زندگیم جریان دارد. خدایا شکرت که خانه‌ام پر از آرامش، امنیت و عشق است. خدایا شکرت که در حمایت کامل تو هستم و هر لحظه با عشق و هدایتت پیش میرم. خدایا شکرت که نیروی حمایتت در هر تصمیم و مسیر زندگیم حضور داره. پروردگارا شکرت که رزق من در امنیت عشق و لطف تو تضمین شده است. با احساس عالی بنویس: خدایا شکرت که بدنم سالم، دلم شاد، ذهنم آرام و زندگیم پربرکته.